رفقای عزیزم، عرض ادب و احترام، امیدوارم حالتون خوب باشه. چند وقت پیش یکی از ورزشکاران من دچار افزایش فشار خون شده بود و از من سوال پرسید که چیکار باید بکنم و باید چی بخورم چی نخورم که فشار خونم تنظیم بشه. رفقا، اول بهتون بگم که مربی که داخل باشگاه هست، مربی که بدنسازه یا کسی که فیزیولوژیست ورزشیه، دلیل بر این نمیشه که متخصص همه چی باشه و نمیتونه اون پزشکی بکنه، دارو تجویز بکنه، ساپلمنت های غیر ورزشی تجویز بکنه، یا مثلا آسیب شناسی بکنه، عصب شناسی بکنه، جراحی مغز بکنه. همه این کارا رو نمیتونه بکنه. اما یک سری اطلاعات کلی و یک سری اطلاعات عمومی میتونه به اون فرد مربی در جهت اینکه کارش رو بهتر بکنه، خودش رو آپدیت بکنه، به روز رسانی بکنه، کمک میکنه تا نتایجی که به وسیله ورزشکاراش میگیره بهتر و عالی‌تر بشه و به ورزشکاراش میتونه کمک بیشتری رو بکنه. این رو میخوام بهتون بگم که اون فرد ورزشکار من بهش گفتم که اول زیر نظر پزشک باشه، زیر نظر متخصص باشه، چون به خاطر تصادف و آسیبی که داشت از ناحیه آرنج و زانو هنوزم پیش دکتر میره و میدونم که آدمی هستش که مثلا آزمایش خون میده، چکاپش رو نشون دکترش میده، نشون من میده. اما چون از دوستان من هستش و میدونم که زیاد کافه میره و با هم کافه میشینیم، بهش گفتم که شما اولین کاری که میکنی برای اینکه فشار خونت رو بیاری پایین باید یک سری چیزها رو نخوریم. اما رفقا، من یه پرانتز باز بکنم و فشار خون رو توضیح بدم. ما قبول داریم که قلب ما مسئول این هستش که خون رو بگیره و خون حالا تصفیه شده رو از ریه ها بگیره، خونی که اکسیژن دار شده رو از ریه ها بگیره و به سایر نقاط پمپاژ بکنه و بفرسته. زمانی فشار خون رخ میده که عروق ما، اون رگ‌های خونی ما باریک بشند و تنگ بشند و فشاری که خون بهشون میاره زیاد بشه. پس در نتیجه هم به خون، هم به عروق فشار میاره، هم به قلب ما. اما یک سری مواد غذایی هستند که این شریان رو تنگترش میکنن، فشار خون رو بیشترش میکنن، و یک سری ها هستند که این شریان رو بازترش میکنن، گشادترش میکنن. اولین کاری که افرادی که دارای فشار خون هستند باید بهش توجه داشته باشن این هستش که از یک سری از مواد استفاده نکنند. مثلا کافئین. قهوه تپش قلب رو بالا میبره، فشار خون رو بالاتر میبره و استرس رو بیشتر میکنه. پس در نتیجه شما اگر زیاد استفاده میکنید از این ماده، بیاید یه چند وقتی قطعش بکنید. و دومین نکته‌ای که من بهش گفتم این بود که بهش توصیه کردم از نیترات استفاده بکنه. نیترات به جهت اینکه میتونه وازودیلاتور باشه، میتونه جریان خون رو تنظیم بکنه و فشار خون رو تنظیم بکنه. حالا نیترات چی هست؟ مکمل نیترات چی هست؟ یک مکملی هستش که کاملا طبیعیه. شما میتونید از میوه فروشی ها بگیریدش یا کنار خیابون ها دارند یک عده عزیز که اسمش آب چغندر هست، قرمزه و به جهت خاصیتی که داره و وازودیلاتور هستش، اون نیترات میاد و عروق رو باز میکنه و فشار خون رو تنظیم میکنه و شما میتونید اون رو استفاده بکنید. و حواستون باشه یه نکته که بگم این هستش که بعد از استفاده این مکمل و این ساپلمنت دهانتون رو نشورید و مسواک نزنید. قبل تمرین هم میتونید استفادهش بکنید، میتونه یک انرژی خوب به شما بده به جهت اینکه میتونه عروق شما رو بازتر بکنه و خون رسانی رو بیشتر بکنه و خستگی رو قطعا به تعویق بندازه. اما مکانیزمی که این مکمل داره از بزاق دهان اتفاق میفته تا برسه به معده و روده. پس در نتیجه این بزاقی که آغشته شده به این ساپلمنت رو نباید از دستش بدید شما به هر طریقی. و به این ورزشکار عزیزم گفتم که، به این رفیق عزیزم گفتم که شما برای اینکه فشار خونت رو تنظیم بکنی، حالا چون هوازی نمیتونی زیاد بزنی و آسیب دیده‌ای هستی، همین ورزش کار با وزنه، همین تمرین کار با وزنه میتونه شما رو
به خوبی فشار خونت رو تنظیم میکنه. این دو تا نکته هم اجرا بکن، قطعا فشار خونت تنظیم میشه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و اگر چنل خودتون رو ندارید سابسکرایبش بکنید. در صورت امکان لایک و کامنت یادتون نره. خیلی مخلصیم.